شهر دوشنبه، کوچه‌ای که با طرفی فابریکای شیرین کوچه خلاصه از همه نویگری بینه‌های نو این گایی بازرسی اتومبیلی میگن خیلی بسیار است که قانون قاعده تمام رعایت نمیشه، راه نمیتونه گیرزد. من راه نیستم. روی آهنی که عجینه بزرگ میگفتند همینجا یک بزرگچه بود، در اینجا زدن بینای استقامتی ساختن. این روی همون آهن منو ببینید، مایاکوفسکی. این ماست کوپرو، اونجا تخت بزرگ. این کوچه بابا جان غفور باید باشد بخیرم. اون طرفش 103 بعد 84 میکردن، 82 میکردن همون طرف خلاصه که من همه نویگری، همه خانه های بلندوشیانه مثلا گفتی همون روستا که از زلنه عجوی بود. این کامپیر بچورا شو بابوشکا نخلب دوات تو بابوشکا نخلب بیچاره کامپیر شاید به صاحب بود. من کرایه 84 این طرف 103 همه جو سبزه و سه برگه. تو حتی در دوشنبه اتوبوس های با آشیانه هستن، یک عجایب. همه بازسازی. به وطن نیست.
غریبه که کند یادی وطن، در وطن بوده و به یادی وطن به وطن است. لیکن حاضر کار و بار در همه جا هم آدم کارگر کار میکنه، کار هست. از همون کوچه‌ای که در روسیه میروند همون ها در اینجا کار خوبتر است. ای کوچه رو بیام اونجا ده. اگر که تجارت داشته باشی، مثلا اگر معاش خوب و با ارزش باشد، البته هیچ مشکل نیست. وطنی در کجا هم که باشی با معاش خوب و مهنت خوب باشد، مثلا خوب است، هیچ گپ نیست. در هر جایی که باشی نکی از کوچروبی و از کارهایی که سیاهی که در همون مزدوری میکنه بعضی آدم با معاش کم، اینجا بهتر است. همون معاش هم پولا میوی همجا. من باوری 100% دارم، به خاطر که همین بازار خوراکه میره میفهمی. در بازار گیپرزم اگر یک مثلا بادرینگ 10 سومونی گیرن، در بازار مایده 20 سومونی است. اگر باور کنی بسیار همین خیلی ده بسیار مردم و قابل است. این چی مغازه همون خاطر در جای بزرگچه یه سازی بود بفکرم. حاضرین همین خیلی مغازه ساختمانی بلندشونه تگشون مغازه ها عجیبه. این همون آشخونه تایگه که نامی بود، اون تایگه رستوران تایگه آشای با مزه خوب میکنه و همین آش نامی بود. حاضرم به فیلم هست. ببینید راحت است. اینجا همه تگی خانه ها در مغازه ها شدگی هم. دور خانه کلینیکا ها بسیار است. مغازه های خوراکواری این طرف. اینجا بیشتر یک مغازه با نام افغانا بود، عمده فروشی. تگی من همین دام ده، تگی همین خونه استقامتی ده، یک کموشونه مغازه خوراکواری همین عمده فروشی اصلا مردم افغانستان بود. انا حالا نه پیمانده است و نه حیدر گفتی چی که همش از اینجا بازار فراوان و دیگه جو رفتن اونده. اینجا هم خیلی مغازه‌ای
گفتیم چی که سودای عادی اگر با یاد کسی باشد çıkırıyor siyahlar. Ana این خونه استقامتیه که بعد ساخته شد از طرفی رو میلنیوم مودا است چی است همون مغازه با گفته من حاضر سیالا هفتمای bakı bir roman açtı ama şöyle süveci طرف یک رستوران بود نامش فراموش شده است ولی نمیدونم سیخ کباب مرکز سیخ کباب شده این میلنیوم مودا مغازه همه خانه های استقامتی نو این روها از نو سازی شده ای سوده سازی جوی بود زپرفکای گازپروم بود پیشترم حاضرم هست بنزین قیمت چه نگاه کنی چنده اون طرف 82 میکرون بعد 101 میکرون رو پروش سر میشود باز همون ترگوی وای سعادت همین جانا بعدی پروست اون طرف هست تا کلیلینو دیگر کوچه می رود میخکلون همون دریاچه دوشنبه که میگفتن همون ولی آبازی سر نشده است اخیر ماهای مایده از 5 ماه سر میشه حاضر ممکن بعضی آبازی کنه گرم است دوشنبه یک وقت маршруткаи 15 ایستاده همجا مردی کار بزرگ بود از اینجا با فکرم کم شده است رفت مردی کارو رفتن در اینجا
ساختمان‌های نو در کوچه شمسی، کوچه غفورov این طرف همه ساختمان‌های نو. برادران که شب بخیر، با یادی وطن باشید، آباد و زیبا شده است.